سلام بچه‌ها، امروز میخوام آموزش اضافه کردن مای کامپیوتر یا همون دیسپیسی به دسکتاپ رو داشته باشم. مزیت این کار اینه که اولا این فلش شورتکات رو نداره، یکم سر و شکل حرفه‌ای‌تری داره. دوم اینکه یه سری گزینه‌های اضافی وجود داره که میتونید ازشون استفاده کنید، اونا تو شورتکات وجود نداره. خب هر نقطه از دسکتاپ کلیک میکنم و پرسونالایز رو میزنم. اینجا توی قسمت سرچ فقط کافی کلمه آیکون رو سرچ کنم، هم گزینه اول رو کلیک میکنم. این قسمت دسکتاپ آیکون ستینگ، اینجا چند تا آپشن دارید که میتونید کامپیوتر یا برای مثال نتورک و کنترل پنل و اینجور گزینه ها رو تیک بزنید و وقتی اوکی کنید پنجره رو میبندم. اینجا اضافه شده. با راست کلیک کردن روی دسکتاپ و سورت بای آیتم تایپ میتونید بر اساس تایپ آیکوناتون رو سورت کنید. یه بار دیگه این کار رو انجام میدم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ترتیبشون رو اولویت بندی کرد. تا درود دیگر بدرود.